ساغر میگه مگه خانوادت اونجور که فکر میکنی نباشه؟ اصلا مطمئنم. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه، حس میکنم، باور دارم. میدونم نمیتونی درک کنی، هیچ کس درک نمیکنه، ولی من میدونم. خیلی خوب، بذار اول پیداشون کنیم بعد درباره این چیزا صحبت کنیم. این دفعه تا پیداشون نکنم دست بردار نیستم. ولی خیلی امیدوار نباش، خیلی زمان گذشته، اون وقت خیلی بیشتر ناراحت میشی. جمره چرا انقدر انرژی منفی میدی؟ نمیدونم، شاید به خاطر اینه که همه آرزوام رو سرم خراب شده. ببخشید جمره. تو که پدر مادر منو نکشتی. بریم. فکر کنم اینجاست. جمره همینجاست. بیا بریم تو. بفرمایید. سلام، میخواستیم چند تا سوال بپرسیم. 17 سال پیش یه بچه رو اینجا رها کرده بودن. شما اون موقع هم اینجا کار میکردین؟ فکر نمی کنم از 17 سال پیش چیزی یادم بیاد. بابام رفته نماز، 1 ساعت دیگه میاد. باشه، خیلی ممنون. سعی کن امروز به چیزی فکر نکنی، باشه؟ فردام روز خداست. برو دیگه. ایلول، چی شده عزیزم؟ از پنجره دیدم که اومدین. نکنه مریض شدی؟ ایلول. فریده، تحت فشار قرارش نده. چی شده؟ مادرش اومده بود مدرسه. جلوی همه با داد و بیداد میخواست ببرتش، به زور مانعش شدم. چرا؟ نمیدونم، ولی تو حرفاشون شنیدم میگفت شوهر زنده است. میخواستم بکشمش ولی نتونستم. فکر کنم حق با تو بود. ایلول یه مشکل خیلی جدی داره. الان میرم تو پروندهش، آدرس خونه‌شو در میارم. باید با مادرش حرف بزنم. منم باهات میام. باشه. همینجا منتظرتم. ببین منو، اگه مادر ایلول رو مسخره کنی این دفعه یک کتک حسابی از من میخوری. یعنی من اینقدر آدم بدیم؟ به نظرت ساغر و جمره چرا انقدر پیچ پیچ میکردن ها؟ اونا که نیومدن مدرسه. نه اومدن، خودم دیدم رفتن استخر. اونجا چی کار داشتن؟ نمیدونم. تو هم که تا یه چیزی میشه سریع افسرده میشی. تو جدی ایلولو دوست داری؟
چی کار میکنی دختر؟ میخوام فرصت انتقام گرفتن از اون دختره رو بهت بدم. کدوم دختره؟ اون بچه یتیم خوشگل بد اخلاقه رو میگم. دافنه معنی این کارا چیه؟ برای چی اینجوری میکنی؟ هدفت چیه؟ این سوگل در حق هر دومون بدی کرده. میخوای ازش انتقام بگیری یا نه؟ اینو بگو. مامان برادرت تو تختشه؟ خیلی که گریه نکرد. نه بالا تو اتاقه. آخ دخترم، چرا تنهایی اونو بردی بالا؟ کمال عمو کمال سورپرایزمون کرد. مسعوده عزیز دلم، تو دنیا رو به هم هدیه دادی. خیلی دلم برات تنگ شده بود عزیز. بی شرف عوضی، چرا این کارو کردی؟ چرا؟ تو منو نابود کردی، منو بدبخت کردی، مسعوده همه چیو برات توضیح میدم، همه چیو توضیح میدم. مسعوده بشین، من همه چیو برات توضیح میدم. بشرا تو برو پایین، بدو زود باش. ای کاش میمردم و با تو ازدواج نمیکردم. خدا لعنتت کنه، خدا هم تو رو لعنت کنه، هم منو. مسعوده به خدا اون یاووزه عوضی بهم تهمت زده. من دزد نیستم عزیزم. اون طلاهایی که بهم دادی چی؟ به خدا از خودم زدم، اونا رو پسنداز کردم. عزیزم مگه من راضی میشم که لقمه حرومک جلوی شما پایین بره؟ پلیس همه جا دنبالتن. میدونم مسعوده، ولی ماه پشت ابر نمیمونه. ببین به جون پسرمون من این کارو نکردم. باور کن به خاطر اینکه نمیتونم به پلیس ثابت کنم خودم رو گم و گور کردم. بلاهایی که سر ایلول آوردی چی؟ کمال تو به دخترم دست دادی؟ کمال حرف بزن، تو بهش تجاوز کردی؟ الو بشرا، خواهری منم. زنگ زدم صدا تو بشنوم. از مدرسه اومدی؟ امروز مدرسه نرفتم، مراقب داداشم بودم. تو انقدر بزرگ شدی که از داداشت مراقبت میکنی؟ آره. آها راستی میدونی امروز کی اومده اینجا؟ کی؟ عمو کمال. چشمش زخمی شده بود، یه پانسمان گنده رو چشمش بود. مامان خبر داره؟ آره اونم وقتی اومد فهمید، ولی بعدش عمو کمال رو زد. منم از اتاق اومدم بیرون. هنوزم اونجاست؟ آره. بهشون نگو با من حرف زدی. بشرا قول بده، خیلی مهمه. باشه قول میدم. باشه من دوباره بهت زنگ میزنم. باشه خداحافظ. خداحافظ. الو، میخواستم جایی یه دزد رو اطلاع بدم.